سلام، من هلیا هستم. به یه قسمت دیگه از آواهای مهاجرت خیلی خیلی خوش اومدید. توی این قسمت ادامه روند اپلای بچه‌های پزشکی رو داریم. برای جواب دادن به سوالای کلیتون لطفاً به ویدیوهای قبلی مراجعه بکنید، چون که از این قسمت به بعد دیگه ما بر اساس هر رشته سوالای مختص اون رشته رو بیشتر روش تمرکز داریم که ویدیوها طولانی نشن. توی این بخش شمیلا عزیز رو با خودم دارم. سلام شمیلا، شبت بخیر. سلام، مرسی، ممنون. اینجا هنوز روزه. ممنون. مرسی که دعوت من رو قبول کردی شمیلا. یکم از بک‌گراندت به هم میگی؟ کجا تحصیل کردی؟ کی فارغ التحصیل شدی؟ پزشکی رو دانشگاه فسا درس خوندم. بلافاصله فارغ التحصیل که شدم من طرح نرفتم، مدرکم گرفتم، امتحان استپ وان و ایران دادم و اومدم آمریکا. دانشگاه هاروارد 3.5 سال ریسرچ کردم توی رشته آلرژی اند کلینیکال ایمونولوژی و دیگه حالا تو فاصله 3.5 سال امتحان استپ 2 دادم. حالا ما موقع امتحان CS داشتیم، CS رو دادم، گرین کارت از طریق NIW اپلای کردم، گرین کارت گرفتم و بعد که دیگه برای رزیدنسی اینترنال مدیسین اپلای کردم و الان رزیدنت سال 3 اینترنال مدیسین توی پروگرام آیزنهاور هلت توی کالیفرنیا هستم و 2 ماه دیگه هم فلوشیپ هماتولوژی آنکولوژی توی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایروان شروع میکنم. خیلی عالی. شمیلا، فیلد مورد علاقت چطوری پیدا کردی؟ میتونم بگم استپ با استپ اتفاق افتاد. یعنی شاید اگه ایران بودم داخلی نمی اومدم، ولی خب برای بعد از مهاجرت به این فکر کردم خب چه رشته هایی IMG فرندلی تره، احتمال اینکه خب بتونم جای بهتر درس بخونم، حالا چه دانشگاه چه هر چیزی، حالا آپشنام چی هست. و خب بک‌گراند خودم، حالا خیلی ریسرچ قوی نداشتم، با اینکه ریسرچ داشتم ولی خب آپشن ها رو گذاشتم کنار هم و دیدم اون چیزی که به روحیه من میخوره یه چیزی مثل داخلی هست. مثلا پاتولوژی، رادیولوژی خیلی با مریض سر و کار ندارن، به روحی من نمیخورد. بیشتر به فکر اینترنال مدیسین یا نورولوژی بودم که خب بعد به اینترنال مدیسین فکر کردم. وقتی به فلوشیپش فکر کردم گفتم خب من یا روماتولوژی دوست دارم یا هیمانک دوست دارم، که خب بعد وارد رزیدنسی که شدم ریکوست دادم، همون اولین ماهای رزیدنسی به من روتیشن هیمانک دادن و خب دیدم که من دوست دارم، میدونستم دوست دارم، ولی خب به خاطر پیشنت پاپولیشنش مطمئن نبودم که دوست دارم و به روحیم میخوره. ولی وقتی چند تا روتیشن گذروندم دیدم خب همونیه که میخوام و خب دیگه ریسرچ هم گذاشتم کلا روی آنکولوژی و خب مد شدم برای فلوشیپ. میگم استپ با استپ افتاد. عالی. خب جرقه اصلی مهاجرت چطوری توی شمیلا زده شد؟ خیلی شخصی بود راضیتش. اون زمانی که حالا مثلا من به مهاجرت فکر کردم و اینا، هنوز اوضاع زندگی توی ایران انقدر بد نشده بود. میتونم بگم نخواستم بگم بد، ولی واقعا دیگه بده، تعارف که نداریم. حالا چه از نظر اقتصادی چه شرایطش برای پزشکا. یعنی اون موقع که من خواستم مهاجرت کنم همه میگفتن که خب چرا میخوای مهاجرت کنی؟ اینجا که درآمد خوبه برای دکترا، زندگی خوبه که برای دکترا، مثلا آدم نمیدونم سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببنده، باید بری USMLE امتحان بدی. این چیزا بود، ولی خب خیلی شاید میگم به خاطر دلیل شخصی بود که خواهرم دوست داشت مهاجرت کنه، ولی خب من فقط یه خواهر دارم، خب با هم باشیم و کم کم هم دیگه وارد اون مراحلی شدیم که حس میکردم توی ایران به اون پیشرفتایی که میخوام نمیرسم. اینم حالا شاید جای خوبی باشه که بگم که من دانشگاه فسا درس خوندم. کلاس ما فکر کنم 25 نفر دانشجو داشت. یعنی دانشگاه ما یه دانشگاه 2 طبقه‌ای بود که عین دبیرستان من بود. قبلا دانشگاه فسا پردیس دانشگاه شیراز بود و ما آخرین سالی بودیم که 1 سال از استودنتیمون رو دانشگاه شیراز میگذروندیم. برای همین من با استادها لینک شده بودم و خب مثلا میگم چهارشنبه سوار اتوبوس میشدم میرفتم شیراز، اونجا با استادا صحبت میکردم، نمیدونم دیتا جمع میکردم، کار ریسرچ میکردم، دوباره سوار اتوبوس میشدم، پنجشنبه صبح برمیگشتم فسا. یعنی
توی این شرایط مثلا ما باید ریسرچ میکردیم و الان پیش میاد بچه ها به من مثلا پیام میدن میگن که آره ما مثلا دانشگاه اصفهان داریم درس میکنیم، یه ذره مثلا شرط ریسرچ خوب نیست. نمیدونم، حالا فرض رو بر این میذارن که من مثلا تهران درس خوندم و من اینجوری هم که ببینید من دانشجوی دانشگاه فسا بودم، یعنی اینکه شما میگین دانشگاه اصفهان واقعا برای من رویایی بود یه روز شرایط ریسرچش. به نظر من میشه، یعنی اینکه حتی از دانشگاه کوچیک جایی که خب ریسرچ سخت‌تر شکل میگیره میشه مهاجرت کرد و توی همون کلاس 25-6 نفره ما الان میتونم بگم 6 نفر از بچه ها، 5 نفر اومدن آمریکا و 1 نفر استرالیا و رزیدنت های مختلف. رزیدنت رادیولوژی داریم داخلی نیویورک، یکی از دوستان مد شده، 2 تاشون میتونم بگم، یکیشون استرالیا هست، امرجنسی مدیسین. میخوام بگم باید بچه‌ها حتی از شهرهای دیگه هم مثلا این اعتماد به نفس رو داشته باشن که میتونن ریسرچ کنن، که میتونن مهاجرت کنن و الزاما این نیست که حالا چون مثلا یک دانشگاه غیر از دانشگاه‌های بزرگ درس خوندن پس نمیشه یا نمیتونن. واقعا اینکه مهاجرت فکر کنن یا براش تلاش کنن یه چیز کاملا دستیافتنیه. مرسی ازت. چون حالا هم خودم هم دوستای خیلی نزدیکم که دانشگاه تهرانی هم بودم میبینم که اون سلف تاکه اونجوری که با خودشون صحبت میکنن خیلی بدون اعتماد به نفسه. چرا اصلا ما رو باید قبول بکنن؟ ما چی برای عرضه داریم به اینها؟ و اصلا اون جایی که خودشون میتونن مؤثر و تاثیرگذار باشن رو هنوز پیدا نکردن و خیلی قشنگ اشاره کردی. مرسی ازت شمیلا جان. یکم به همون بگو که چه جنس رزومه ای جمع کردی؟ چقدر زمان تو به ریسرچ اختصاص دادی؟ چقدر به سایر کارهای جانبی اختصاص دادی؟ میدونم کارهای خیریه و اینا میکردی و اینا چه تأثیری روی ساختن شمیلا داشت؟ چه از لحاظ روحی چه از لحاظ رزومه ای که بتونه کندیدیت بهتری باشه؟ من دانشجو که بودم که گفتم یعنی واقعا شرایط جوری بود که با سوار اتوبوس میشدم میرفتم یه شهر دیگه دیتا جمع کنم برگردم و یادم نمیره اولین پروژه‌ای که با استاد برداشتم یک کاری بود که قشنگ 2 سال زمان برد. ما باید مریضا رو ریکروت میکردیم، اطلاعات جمع آوری میکردیم، آنالیز میکردیم و من استادم ازم نخواسته بود، ازم نپرسیده بود که مثلا خب رزومتو ببینم منم براش نفرستاده بودم. برای همین واقعا هنوز برام سواله آیا میدونست من هیچ کاری نکرده بودم. واقعا از صفر شروع کردم و اولش اینجوری بود که 4 تا مقاله شبیه هم گذاشتم کنار هم و نشستم خوندم ببینم از چه کلماتی استفاده کردن، منم خب پس منم باید این شکلی استفاده کنم. واقعا حتی یه پاراگراف برای من مثلا 1 هفته طول میکشید من یه پاراگراف رو بنویسم. حالا خب این برمیگرده به اون زمانی که مثلا من نمیدونم سال 4-5 دانشگاه بودم و از یه طرف میگم خب شرایط ریسرچ خیلی قوی نبود اون موقع و مثلا حالا کارگاه‌های آموزشی مثلا پژوهشی و 1-2 بار مثلا سامر اسکول اینا رفته بودم و دسترسی به یوتیوب نبود. خب همه اینا باعث میشه که خودت مجبور بشی اینا رو یاد بگیری. شروع کردم به همینجوری ریسرچ رو یاد گرفتن. کار اولم خیلی خیلی طول کشید به خاطر اینکه کار خوبی بود، پیشنت پاپولیشنش تعدادشون زیاد بود ولی در مجموع بیشتر به خاطر اینکه من بلد نبودم. ولی این صبوری رو بعضی وقتا تو بچه‌ها کم میبینم که مثلا حالا بلد نیستن میگن خب ما که بلد نیستیم یا چجوری یاد بگیریم یا مثلا کارگاه پژوهشی میگردن. یه جاهایی شو دیگه آدم مجبوره انقدر مقاله بخونه انقدر بنویسه که یاد بگیره. من پروژه دومم خیلی زیاد شبیه پروژه اول بود، روی بیماری متفاوت ولی همون پروسیجر رو انجام دادیم روشون. ولی من به جرئت میتونم بگم نصف پروژه اول وقت برد برای اینکه خب من یاد گرفته بودم، داشتم یه کاری رو برای دومین بار انجام میدادم و اینا همیشه به همه میگم خب بنویسید که یاد بگیرید. مثل رانندگی هست که کنار دست یه نفر بشینی هر چقدر در مورد گاز و فرمون و دنده و اینا بگه ممکنه یاد بگیری ولی تا وقتی که خودت نشینی و نرونی یاد نمیگیری. اینم مقاله نوشتن هم همینه، باید بنویسی و خودت رو مجبور کنی بنویسی. یه عده میبینم کار ریسرچ میکنن فقط مثلا دیتا جمع میکنن. خب اینم واقعا ریسرچ بعضی وقتا خیلی کار میبره، خیلی مهمه، آنالیز آماری خیلی مهمه، خیلی هم سخته، از سخت‌ترین قسمتاش هم میتونه باشه ولی مثلا هیچ وقت نمینویسن. باعث میشه خب اون
قسمت همیشه وابسته به یه نفر دیگه باشن که میشه برام بنویسی. اونجوری که گفتی آره خب من کار خیلی و اینا میکردم توی مثلا دانشگاه خودمون، مثلا مؤسسه خیریه رو راه انداختیم و با بچه‌ها شروع کردیم کمک کردن، ولی اینا خیلی قبل‌تر بود. شاید میتونم بگم سال 2-3 دانشگاه بود که خب هنوز به مهاجرت فکر نکرده بودم و خب یه کاری بیشتر کار داوطلبانه اجتماعی این مدلی بود بیشتر برام. کارهای بزرگی هم با بچه‌ها تونستیم انجام بدیم. تو اون محیط آدمایی بودن که خب نمیتونستن، هزینه درمان نداشتن، هزینه جراحی نداشتن، تونستیم کمک کنیم. ولی خب بعدها که دیگه به مهاجرت فکر کردم، میگم خب بیشتر دیگه مجبور شدم وقت بذارم برای ریسرچ. ولی از یه طرف دیگه مثلا بچهای سال پایینی مثلا کار مؤسسه خیریه رو دست گرفتن و اتفاقا خیلی بیشتر سرش پیدا کرد. بعدها همه اینا باعث شد که مدیریتی که مجبور شدم تو اون مؤسسه خیریه یاد گرفتم چقدر بهم کمک کرد. بعدها برای رزیدنسی تو باید بری توی آمریکا با آدمی که زبونش زبون تو نیست، تجربه شبیه تو نیست، فکرش یه چیز دیگه است، باید بری خودتو پرزنت کنی، باش صحبت کنی و همین مدل درخواست‌ها رو ازش داشته باشی. آیا مثلا پوزیشن داری، نداری، آیا مثلا میتونین منو ریکامند کنین برای فلان جا، این رزومه منه، میشه رزومه منو ببینین مثلا. خلاصه اونا همه یه مدل کوچیکی بود از اتفاقای بزرگتری که قرار بود بعدها به اتفاق بیفته و افتاد، ولی انگار که مثلا آمادگیشو داشتی از قبل گرم شده بودی. من با اینکه خب حالا مثلا زبان انگلیسی بد نبود، خوب بود، ولی خب همون مثلا فضا من معلم خصوصی گرفته بودم، فقط با هم چت کنیم، فقط می نشستیم و انگلیسی صحبت می کردیم. خیلی هم نمیتونستم وقت بذارم برای زبان، ولی همین مکالمه کردن، همین چت کردن بعدها خب کمک کرد. وقتی آدم مهاجرت میکنه میبینه زبان انگلیسی گرامر نیست، اون مکالمه هست و خب اون به شکل بزرگتری بعدها کمک کرد. خب آدم میخواد اینترویو کنه، آدم میخواد با همکاراش حرف بزنه، همه این اتفاقای کوچیک، چه تلاشی که میکنیم، چه به هر دری زدن ها، چه این ارتباطی که با آدم ها برقرار میکنیم، چه کمکایی که میکنیم، همه اینا یه روزی یا میشه رزومه آدم یا میشه یه نفری که یه جوری دست آدم رو میگیره. خلاصه گفتم که بگم اتفاقای کوچیک زیاد بوده، هر کدومشون به یه شکلی بعدها به یه شکل خیلی بزرگتر به آدم کمک میکنه. خب شمینا جان، چه چیزایی تو گرفتن پوزیشن مهم بود؟ مثلا تعداد مقاله ها یا کانکشن احساس میکنی بالاتر از اینا میاد؟ چه جوری پوزیشن تو پیدا کردی و چه توصیه‌ای برای بچه ها داری که برای پوزیشن گرفتن؟ من پوزیشن رو شروع کردم به ایمیل دادن، ولی قبلش یک نفر به من یک پوزیشن رو معرفی کرد. این کانکشن خیلی مهمه، اون تایما خیلی مهمه. مثلا الان جواب رزیدنتی بچه ها اومده و اونایی که مچ شدن پوزیشنشون خالی میشه و یه نفر قراره بیاد جای اینا رو پر کنه. برای همین خیلی خوبه که با اون بچه آدم کانکشن برقرار کرده باشه. وقتی اینا مچ میشن بدونه که آقا یه پوزیشنی توی فلان دیپارتمنت هست که آدم میتونه بر اونجا کار کنه. حتی بعضیشون فانددن، ولی مسئله که هست اینه که الان دیره، نمیتونی بگی که مثلا مارچ مثلا طرف مچ شده رفته مثلا خب الان هورا مثلا یه پوزیشن خالیه. این استاده از 6 ماه قبلش داره به این فکر میکنه که این کسی که اینجا داره کار ریسرچ انجام میده 6 ماه دیگه احتمالاً رزیدنتی قبول میشه و من دنبال یه فرد میگردم. برای همین خیلی مهمه که ببینیم هر کسی تو چه پوزیشنی داره کار میکنه که بعد این اگه مچ شد قن میتونم اونجا اپلای کنم و اونجا کار کنم. برای منم مورد مشابهی پیش اومد که یک نفر معرفی کرد که فلان پوزیشن هست و من اونجا 6 ماه کار کردم، بماند که حالا به دلایلی خیلی کار اکسپریمنتال نبود، راضی نبودم و بعد از 6 ماه پوزیشنمو عوض کردم. شاید تجربه‌ام برای پوزیشن دوم خیلی بیشتر به درد بخوره. که البته من توی آمریکا بودم، تعداد ایمیل خیلی کمتری لازم بود بزنم، شاید 40-50 تا ایمیل زدم 3 نفر جواب دادن و یه همچین اتفاقی توی ایران نمی‌افتاد متاسفانه. باید 700-800 تا ایمیل بدید تا یه نفر جواب بده. و تجربه‌ام اینجوری بود که من رزومه‌مو که فرستادم برای استادا خیلی جالب بود که اینترویو که بهم دادن اسپسیفیکلی در مورد اون ریسرچی که گفتم تعداد مریضای زیادی داشتیم مثلا صحبت می‌کردن و براشون عجیب بود. خب حالا بگیم اسکلرویدرما مثلا حالا چند تا مریض باشه، مثلا هر استادی در طول عمرش در طول طبابتش مگه حالت مثلا چند تا کیس دیده
زیاده، نمیخوام بگم کمه، ولی اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که تو ایران هست نیست. چون اینجا هر دکتری بخواد 1 ساعت برای هر مریض وقت بذاره نمیرسه. تو ایران دو تا مریض میبینی و ترنوورش خیلی بالاتره. خیلی براشون جالب بود که خیلی مریض دیدین، 450 تا مریض دیدین، من همین کارا رو کردیم. آره دیتا اینجوری بود و حتی یه ذره شک داشتن چیکار کردی دقیقاً. مثلا باید در مورد پروسیجر حرف می‌زدم، کاپیلوروسکوپی چیکار کردم. من حدوداً 4-5 تا مقاله داشتم اون موقع، ولی تعداد مهم نبود، به چشمشون نیومده بود. و حالا 4-5 تا برای بعضی پوزیشن ها کمه اگه فاندد بخوای، و اگه نان فاندد بخوای کافی هم هست. ولی اونا خیلی اون پروژه‌ای به چشمشون اومده بود که من مثلا یه کار اکسپریمنتال کرده بودم، مثلا یه پروسیجری بود، روی تعداد زیادی مریض بود انجام شده بود و همین خیلی به چشمشون اومده و سوال میپرسیدن نقش تو چی بوده، کار تو چی بوده، چی کار کردی. و انقدر در مورد این پروژه صحبت کردن و خب من 2 سال براش وقت گذاشته بودم برای این پروژه. خیلی راحت تونستم توضیح بدم تمام قسمت ها، از دیتا جمع کردن، از آنالیز کردن، از نوشتن خود مقاله که کلمه به کلمه‌شو نوشته بودم. و خب خیلی راحت گفتن اوکی آره بیا شروع به کار کن. فکر میکنم و همیشه هم به بچه‌ها میگم تعداد مقاله مهم نیست. اینجا یهو نگاه میکنی میبینید طرف استاد دانشگاه هاروارد مثلا 10 تا مقاله داره، ولی مقاله های معتبر رو هر مقاله مثلا یه پروژه بوده که طرف 10 سال کار کرده، حالا یه مقاله از توش در اومده. من اون 3 سال و نیمی که توی لب کار میکردم، لب استادم، فکر کنم 1 سال و نیم 2 سال اولش مقاله ندادیم. یعنی 2 سال ما داشتیم کار میکردیم که حالا آیا مثلا بتونی یه پیپر بدیم. ولی مهم ارزش کاریه که داری میکنی. اون یا اون پیپری که چاپ شده چی داره میگه، کجا چاپ شده، اینا خیلی براشون مهمه. حتی برای فلوشیپ من ازم پرسیدن که مثلا کدوم پروژه تو بیشتر دوست داری. طوری در مورد یک پروژه‌ای صحبت کردم که این پروسس هست، یعنی هنوز هم تموم نشده حتی نوشتنش، ولی چون توی تمام قسمت ها اینوالو بودم و خیلی خوب پرزنت کردم، اصلا تمام مقاله منو گذاشته بودن کنار و اسپسیفیکلی داشتن در مورد همین صحبت میکردن. کیفیت کاری که میکنیم به نظر من خیلی مهمتره و اینو میبینن. شما یک مقاله بذارین توی رزومه، ولی اون یه مقاله باشه که قشنگ در جریان نکته به نکتهش هستین، واقعا روش کار کردین و جای معتبر چاپ شده، ریزالتش به درد بخوره، اون خیلی مهمتر از این که 10 تا مقاله بذارین. چون استادا میفهمن، اونا روزی 10 تا از این ایمیل‌های مثل ایمیل‌های ما رو میگیرن و 30 سال کارش همینه طرف. یعنی رو هوا میگیره که یه نفر واقعا الان این کارو کرده، علاقه داشته، بلده یا نه. یه مقاله‌ای بوده که مثلا حالا صرفاً خواسته بنویسه تو رزومش. به نظر من کیفیت کاری که کرده بودم خیلی کمکم کرد. عالی. خب شمیلا جان، به هم میگی مصاحبه رزیدنسی داخلی چه فرقی با سایر رشته ها داره؟ مثلا اون فوت کوزه‌گری که مثلا توی مصاحبه رزیدنسی داخلی به کارت اومد چی بود؟ و بعدش هم اینکه مصاحبه رزیدنسی با مصاحبه فلوشیپ چه فرقی داره؟ در مورد رزیدنسی یه چیزی که هست، بیشتر فکر کنم برای ING ها ما یه ذره خب اعتماد به نفسمون کمتره، یه ذره ترسمون بیشتره. یعنی حداقل برای من اینجوری بود که موقع اینترویو رزیدنسی خیلی حتی اگه استرابمون نشون نمیدادم، ولی خیلی خوش مثلا طرف سوال میپرسید من جواب میدادم، جواب سوال اون رو. و حتی اگه طرف یه ذره حالا می‌خواست مثلا صمیمی باشه یا شوخی میکرد، من خیلی راحت نبودم، همش میترسیدم یه حرفی بزنم اشتباه باشه، بد باشه، نمیدونم. یه ذره اون ارتباط گرفتن سخت بود برام. و خب بهترین اینترویو من با خب همین پروگرامی که الان رزیدنسی هستم، پروگرام دیرکتور ایرانی بود و خب همین باعث شد یه ذره راحت تر باشم. کاملا انگلیسی بود، نمیخوام بگم این فارسی حرف زدیم یا شوخی در مورد ایران کردیم، ولی جوش بهم این راحتی رو داد و این اعتماد به نفس رو داد که خودم باشم. چون قبل از رزیدنسی یه ذره خودتو خیلی پایین میگیری، من حالا نمیدونم بتونم نتونم، من با مریض صحبت میکنم نکنه یه چیزی بگه من نفهمم،
یعنی ترس همیشه هست. با اینکه مثلا 4 سال من توی آمریکا زندگی میکردم، ریسرچ میکردم، با همکارام حرف میزدم، بازم ترس رو داشتم. ولی خب بعد که رزیدنت میشی میبینی آره با مریض شوخی میکنی، با مریض حرف میزنی، مریض از هیستوریش میگه، حرفای عجیب غریب میزنه، تو قشنگ میتونی باش ارتباط برقرار کنی و از اون طرف بهش اطلاعات پزشکی رو میدی، بهش مثلا ریکامندیشن میدی، مثلا اینکه حالا تو رفتی بعدا مثلا چه توصیه‌ای براش داری. اینقدر تویی که اون مکالمه رو منیج میکنی که این اعتماد به نفس رو کم کم توی رزیدنسی به دست میاری. حداقل برای من میگم، حالا اینا همه من میگم شاید یه نفر تجربهش متفاوت باشه، ولی من مثلا سال اولم رو با اعتماد به نفس خیلی پایینی شروع کردم و توی فیدبک هم اینو از بقیه دوستان ایرانی هم شنیدم که مثلا فیدبک های ما از استادا معمولا این بود که خب مثلا چرا اعتماد به نفست پایینه، یا مثلا تو که بلدی خب چرا نمیگی. ولی بعد از 1-2 سال الان دیگه من یه همچین فیدبکی نمیگیرم. اینقدر دیگه تو این محیط جا میفتی که اون اعتماد به نفس رو میگیری و این دیگه جزء شخصیتت میشه. بعد برای اینترویو فلوشیپ خب من خیلی راحت تر بودم. اینکه مثلا اینترویویی که با گرند راندشون شروع شد و همه فلوها نشسته بودن، اتندا بودن، پروگرام دیرکتور بود، یه نفر پرزنت کرد و خب مثلا سوال میپرسید، من بلد بودم جواب دادم. دقیقا همون پروگرامی که مد شدم این اتفاق افتاد. طرف سوال پرسید، من بلد بودم توی گرند راند من جواب دادم. خب میدونم اگه این اتفاق توی مثلا اینترویو رزیدنسی بود من جواب نمیدادم چون اعتماد به نفسشو نداشتم. یه ذره حس می‌کنم این اعتماد به نفس خیلی کمکم کرد و حتی با اینترویورها خیلی راحت‌تر صحبت کردم، ریسرچامو خیلی بهتر پرزنت کردم. با اینکه مهمترین ریسرچ هام هنوز اونهایی هست که قبل از رزیدنسی انجام داده بودم، حتی یه تعدادیش اونهایی که توی ایران انجام داده بودم، ولی الان خیلی قشنگ میتونم پرزنتشون کنم، خیلی بهتر و راحت‌تر میتونم در موردشون حرف بزنم. برخورد اونها هم خیلی متفاوته. فلوشیپ های داخلی چون کسی که گریجویت میشن میتونن برن کار کنن، درآمدهای خیلی بالا دارن، نمیدونم دیگه نمیخواد برن 3 سال فلوشیپ دوباره بگذرونن، یعنی تمام تو فقط میتونی بری و زندگی راحت داشته باشی. کسی که میره فلوشیپ عملا داره از اون درآمد 3 سالش میگذره و از یه طرف 3 سال داره وقت میگذرونه دوباره شیفت و همون مکافاتی که به هر حال تو محیط اکادمیک داری برای یادگیری دوباره داری میگذرونی. بیشتر دیگه اونا با این دید به نگاه میکنن که ببین ما خوبیم، به به تو چقدر خوبی، میشه لطفا بیا اینجا. یه ذره اون معتدل تره، اون رابطه 2 طرفه تره. شمیلا، درآمدی که از رزیدنسی آدم داره به نظر کفاف زندگی توی آمریکا میده یا نیاز داری ایران با خودت پول ببری؟ من نشنیدم کسی جوری زندگی کرده باشه که کفاف زندگیشو نده، ولی خب حالا خیلی هم توی آمریکا اینجوری نیست که حالا مثلا هر کسی راحت در مورد دیتیل وضعیت مالی صحبت کنه و اینا. شاید کیفیت زندگی یه ذره تو پروگرام‌های متفاوت بالا و پایین باشه. حالا خب تو نیویورک مثلا شهریه که گرونتره، یه ذره شاید مثلا یه رزیدنتی مجبور باشه خونه کوچیک‌تری بگیره، یا یه توی شهری ممکن باشه یه نفر مجبور باشه خونه قدیمی‌تری بگیره. استیت های سنترال خب هزینه ها کمتره، مثلا شاید یه نفر بتونه رزیدنت باشه نمیدونم خونه سخابه بگیره. یه ذره شرایط کوالیتی آف لایف فرق میکنه، ولی فکر میکنم در نهایت اونقدری هست که با همین حقوق بچه ها دارن زندگی میکنن، ولی اونقدری هست که آدم وابسته به یک منبع درآمد دیگه نباشه. درسته. چند ساعت تو هفته باید کار بکنی و اینکه چقدر مرخصی داری؟ ساعت کاری خیلی متفاوته. ما یه روز در میون شورت کال و لانگ کال هستیم وقتی توی فلور هستیم. روزایی که لانگ کال هستیم از 7 صبح شروع میشه تا 7 شب که حالا یه ذره زودتر باید شروع کنی که مریضا رو تحویل بگیری و یه ذره دیرتر تا مریضا رو به شیفت شب تحویل بدی. روز در میون که شورت کال میشیم ساعت 4 عصر آف میشیم و بعد از ساعت 1 عصر هم مریض جدید نمیگیریم. برای همین در طول اون یک روز که مثلا ما شورت کال هستیم شاید فقط یک دونه نیو ادمیشن داشته باشیم. این چیزا خیلی دیگه پروگرام بای پروگرام متفاوت هست، ولی من میتونم به جرئت بگم که از شرایط از ایران بهتره. شاید درس بیشتری داشته باشی به خاطر حالا محیط جدید، سیستم جدید و خب حالا حساسیتی که روی قوانین هست، روی مریض دیدن هست. حداقل
محیط جوریه که ساپورتیو، حتی اگه طرف آدم نایسی نباشه مجبوره که ساپورت کنه. اینجوری نیست که مثلا چه می‌دونم تو مورنینگ ریپورت هر حرفی به تو بزنن. همون تجربه‌ای که هممون توی ایران داشتیم، توی مورنینگ ریپورت یهو آدمو میشستن میذاشتن کنار. از این اتفاقا اینجا نمیفته. توی اِوالویشنت بگن فلان کارو مثلا درست نکردی، فلان کارو بهتر انجام بده و اینا، ولی اینکه بخوان مثلا جلوی جمع یهو، مثلا میگم تجربه‌ای که توی ایران داشتیم من اصلا یادم میاد، باورم نمیشه. دارم میگم که در مقایسه با ایران اون تجربه ها رو اینجا وجود نداره. کلا زندگی بهتریه، زندگی در کاری منظورم. و از یه طرف دیگه قوانین خودشونو دارن، این که مثلا تو 3 روز پشت سرم کار کنیم. داشتیم دیگه، ما 48 ساعت 72 ساعت شیفت بودیم، شیفتای عجیب غریب، مثلا 8 ساعت کار کنیم 8 ساعت آف، دوباره 8 ساعت کار کنیم. مثلا یه میبینی 20 روز مثلا شیفت اورژانس واقعا 8 ساعت 8 ساعت کار می‌کردیم. یه کار عجیب غریب، شیفتای عجیب غریب، انتظارات عجیب غریب. اینجا قانون جلوشونو میگیره، حتی اگه یه پروگرامی باشه که ساپورتیو نباشه، بخواد اذیت کنه یا هر چیزی. ما شخصا این که مطمئنم و خودم دارم تجربه میکنم، شیفت بالای 12 ساعت نداریم. یعنی نهایت همون 7 صبح تا 7 شبه. بچه ها شب میرن خونه میخوابن. 2 تا 2 هفته شیفت شب در سال داریم. یعنی 2 هفته فقط شیفت شب کار میکنی، 7 شب تا 7 صبح، و دیگه شیفت شبت که تموم میشه دیگه شب وای نمیسی توی بیمارستان تا 2 هفته بعدی شروع بشه. مرخصی هامون هم 1 ماه در سال هست. 2 تا 2 هفته که اونم خودت انتخاب میکنی کی باشه. 2 هفته آفیم، بعد دوباره میره تا 2 هفته بعد، و غیر از اون 5 روز دیگه هم تعطیلیه برای مثلا مریض باشی یا اتفاق اورژانس بیفته، فامیلی امرجنسی چیزی باشه، برای اونم 5 روز آف هست. باز اسکیجولا فرق میکنه، کوریکولوم متفاوت هست. پروگرام ما بهش میگن 4+1. 4 هفته روتیشن فلور، حالا میتونه آی سی یو باشه، میتونه جنرال اینترنال مدیسین باشه، میتونه شیفت شب باشه، هر چیزی هست. 4 هفته است. بعد 1 هفته کلینیکه. و میگم خب مثلا کلیک به هر حال سبک‌تره، هر چقدر بخوای مریض ببینی 8 صبح میری، 4-5 بعد تموم میشی. کلا کلینیکو به عنوان روتیشن راحت‌تره، و برای همین مثلا این کوریکولوم 4+1، بعضی پروگرام ها 3+1 هم، اون دیگه خیلی خفنه. مرسی ازت. شمیلا، چه تفاوت‌هایی بین خودت به عنوان یک IMG و یک US Medical Graduate می‌بینی؟ چه در زمان مثلا مصاحبه ها، چه دیدن، چه در اصلا اپروچ بیمار به اینا؟ یه قسمتش همون اعتماد به نفس هست که گفتم. خب همون اعتماد به نفس هم خیلی حرفه، چون توی عملکرد تو خودشو نشون میده. هم در ارتباط برقرار کردن با مریض، اصلا پرزنت کردن و رابطه برقرار کردن با استاد، با همکار، کیفیت کار تو رو متفاوت میکنه. مثلا میگم من الان سال 3، یه نفر ممکنه بیاد امریکن گریجویت باشه، اینترن باشه، اون خب تجربهش کمتر از من هست، شاید سوادش کمتر باشه، خیلی از خیلی چیزا قاعدتا من باید خب بهتر بتونم عمل کنم. ببینی که خب اون خیلی راحت تر داره با مریض ارتباط برقرار میکنه. مثلا مریض میخواد در مورد خاطره کودکیش صحبت کنه، مثلا میگه آره کارتون فلان، بعد مثلا من همینجوری نشستم وایسام نگاهش میکنم، نمیدونم اون کارتون چیه. یا مثلا در مورد خواننده حرف میزنن، دیگه اون بخش از ویزیت رو اون یه نفری که فرهنگش اینجاست، تجربه‌اش اینجاست، آدمو میشناسه، اون آدمی که ویزیتو دست میگیره، اون آدمی که داره ارتباط برقرار میکنه، اون امتیاز رو ندارم و شاید هیچ وقت هم نخواهم داشت. چون به هر حال همیشه یه چیزی هست توی گذشته یه نفر که بخواد دربارش حرف بزنه و من هیچ ایده‌ای ازش ندارم. به هر حال برای همین پزشک خوب بودن برای اونا راحت تره، میتونن راحت تر نایس باشن، میتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن و از نظر کالچرال بهتر میفهمنشون. ما باید بیشتر تلاش کنیم که جدا از بحث علمی قضیه که کتاب هست و میخونی و دارو تجویز میکنی، ولی اون طرز برخورد با مریض، اون نایس بودن، اونی که دوستت داشته باشن، به عنوان پزشک بتونن راحت تر تو رو قبول کنن و اون ارتباط صمیمانه رو برقرار کنن، برای اونها خیلی راحت تر. حالا از نظر علمی میتونم بگم که من هیچ تفاوتی ندیدم راستیتش، و به جرات میتونم بگم خیلی وقتا ایرانی‌ها خب بهتر کار کردن. حداقل توی پروگرام ما میبینیم که خب بچه‌ها از نظر علمی کم که ندارن، هیچی قبولیای مثلا خب فلوشیپ ها بیشتر راحت تر براشون، حالا شاید به خاطر اون بک‌گراند ریسرچی که دارن. و تو اکثر
رزیدنسی ها نگاه میکنین میبینیم که بچه ایرانی واقعا از خوبها هستن. یعنی اینجوری نیست که حالا چون اومدن یا به زور وارد رزیدنتی شدن پس دیگه عملا تا آخر هم قراره به زور رو نمیدونم سینه خیز جلو بریم. واقعا بچه ها ماه اول ممکنه سخت باشه. ما سنمون از همه بالاتره، چون که مثلا ما که وارد رزیدنسی شدیم بچه ها بودن که مثلا طرف 24 25 سالش بود، حتی از هند اومده بود ولی خب یو اس ام رو در زمان مدیکال اسکولش گذرونده بود، گریجویت شده بود اومده بود شروع کرده بود، 24 سالش بود. ولی خب مثلا ما بچه ها همه خب مثلا سنمون بالاتره، یه نفر رفته تر گذرونده 2 سال مدرکش رو گرفته، حالا اون وسط یه رزیدنتی خواسته بگذره، نظرش عوض شده، شرایط اقتصادی بالا پایین شده، انقدی زمان گذشته که سن ما بالاتره. برای همین خب یه ذره شاید با اعتماد به نفس پایین‌تری شروع کنیم، یا به هر حال یه گپی افتاده با کار کلینیکال، یا از یه طرف دیگه همون انگلیسی صحبت کردن متاسفانه توی ایران خب خیلی ضعیف داریم. بقیه کشورها خیلی وقتا زبان انگلیسیشون بهتره. حالا خیلی همیشه هم قضیه فرهنگی دیگه، اینکه چقدر بلد باشیم خودمون رو پرزنت کنیم که متاسفانه به ما یاد نمیدن. برای همین چند ماه اول مخصوصا برای بچه ایرانی چالنجینگ هست. اینجا یهو یک چیزی هست به نام الکتریکال مدیکال ریکورد، یک چیزی هست به نام اپیک، یک چیز اسم متفاوت داره. حالا من فقط همین اپیک که خودمون کار میکنیم بلدم. چند ماه واقعا طول میکشه که ماها با تمام اینا اداپت بشیم، ولی بعد از این چند ماه واقعا میبینی ما نه تنها با اونا توی یک لولی، میگم در یک سری موارد میبینی که بچه ایرانی خیلی خوب خودشون نشون میدن، یا حتی مثلا نگاه کنیم این قبول فلوشی به بچه ایرانی خیلی خوبه به نسبت اوریج مثلا تمام رزیدنت های داخلی. عالی، مرسی ازت شمیلا. نتورکینگ چقدر تو فرهنگ کاری آمریکا مهمه و به عنوان یه آدمی که حالا از خارج از اون کشور داره وارد میشه چقدر ما شانس داریم که نتورک خوبی بسازیم برای خودمون؟ نتورکینگ خیلی مهمه و یکی از چیزایی هست که خب ما تو ایران به اون یاد نمیگیریم. بری خودتو معرفی کنی، چقدر همون لحظه به دردت بخوره، مثلا بخوای یه کاری رو مثلا یه چیزی پرزنت کنی یا یه چیزی نشون بدی، چه اینکه واقعا برنامه بلند مدت داشته باشی. واقعا این قضیه هست که این اسکیل یک نفر هست که مثلا که کانکشن داشته باشه تو اون شغلی که داره، توی اون فیلدی که داره کار میکنه، انقدر آدما رو بشناسه که شاید 10 سال بعد مثلا اینو توی میتینگی ببینه یا بخواد یه چیزی پرزنت کنه. یا واقعا این کانکشن خیلی مهم و رایج هست توی آمریکا. حالا ما متاسفانه وقتی از ایران میایم که نداریم. طرف میپرسه میگه مثلا یه ریکامندیشن لتر از استادت بده که حالا استاد ما هم یه چیزی بنویسه، ولی نمیدونن که اون یه نفر کیه. ولی یه بخشی از این قضیه که بچه ها میان ریسرچ پوزیشن میگیرن که بعد وارد رزیدنسی بشن، این ریسرچ پوزیشن ویزا هست، گاهی باعث میشه که طرف فاند هم بگیره، به هر حال یه ریکامندیشن لتر از اون پوزیشن میاد. و یه بخشیش هم که خیلی مهمه کانکشن بشه استاد برات. یعنی من استادم تلفن رو برداشت به یه پروگرامی که حالا بماند من اینترویو هم نگرفتم، ولی زنگ زد گفت این 3 سال و نیم برای من کار کرده و خیلی ازش راضیم، خیلی کارش درسته. این یعنی کانکشن. و من وقتی رزیدنت بودم گفتم 2 ماه رفتم یونیورسیتی آف مساچوست به عنوان رزیدنت اونجا کار کردم توی بخش هیمانکش. خب با یکی از استادا خیلی خوب کار کردم. همون توصیه مادرانی که مادرم همیشه میگه نفر اول برو نفر آخر برگرد، یه چیزایی که به چشم طرف میاد براتون که خودتو خوب پرزنت کنی. و من خب به بهترین شکل سعی کردم، حالا از زود رفتن دیر اومدن، نمیدونم مورنینگ ریپورت پرزنت کردن. خلاصه این استاد بعدها شاید 6-7 ماه بعد وقتی من بهش ایمیل دادم که میشه به من ریکامندیشن لتر بدی، خودش به من گفت که من ریکامندیشن لتر بد میدم و اون پروگرامی که دوست داری مچ بشی مثلا اطلاعات پروگرام دیرکتور رو بده که من بهشون زنگ بزنم و تو رو ریکامند کنم. یعنی نه تنها این کار رو برای من کرد بدون اینکه من ازش بخوام، خودش بهم این آفر رو داد. و من این پروگرامی که مچ شدم اطلاعات پروگرام دیرکتور رو فرستادم برای اون اتند که مثلا خب به هر حال با من کار کرده و آشنایی داره این کار رو انجام بده. این یعنی کانکشن. به هر حال اون استاد که فامیل من که نبود، اتفاقا خانم هندی هم بود اصالتا و اونم خودش مهاجرت کرده بود،
و این پروسه که من اومدم و میدونه چقدر میتونه سخت باشه و همه چیز. و من تازه بعد از تمام این نمیدونم 10-15 سالی که از مهاجرت گذشت تازه فهمیدم که واقعا این همه تلاشی که میکنی که یاد بگیری که چجوری کانکشن بسازی الان یهو اینجوری به دردت میخوره. عالی، مرسی ازت. سمیرا، کدوم ایالت‌ها کار کردی و چه تفاوت‌های کاری و فرهنگی توشون دیدی؟ من اومدم میگم هاروارد شروع کردم، ماساچوست بود که 3 سال و نیم اونجا کار ریسرچ کردم و بعدم که خب رزیدنسی مچ شدم اومدم کالیفرنیا. فقط حالا مسافرت رفتم ایالت‌های مختلف، ولی اینکه زندگی کنم و کار کنم فقط تجربه همین دوتا ایالت رو دارم. به نظرم خیلی متفاوته. زندگی شخصیش به کنار، محیط کاریش خیلی متفاوت هست. بوستون یه شهریه که خیلی آکادمیک، دانشگاه زیاد داره، دانشجو خیلی زیاد داره، همه جوونن، ایرانی زیاد بود. یه ذره محیط خیلی متفاوت بود. من وقتی اومدم کالیفرنیا، حالا کالیفرنیا هم خب مثلا الی، سان دیگو، سان فرانسیسکو ایرانی زیاد داره، دانشجو قشر جوون زیاد داره. ولی من پالم اسپرینگز، این پروگرامی که ما هستیم، این شهری که ما هستیم، خب خیلی جمعیت جوون نداره. بیشتر قشر ریتایرد شده ای هستن که میخوان بیان اینجا مثلا گلف بازی کنن یا مثلا نمیدونن پولشون رو چیکار کنن، میخوان تفریح کنن. یه ذره قشر متفاوتیه از اون بوستونی که همه دانشجو بودن تحصیل کنن پیشرفت کنن. کاملا یه چیز متفاوته. و خب یه ذره این تفاوته توی زندگی شخصی من خیلی اولش سنگین بود تا به این محیط عادت کنم. ولی محیط کاری و خب به هر حال سفر، آدم الی میره، سن دیگو میره، شهر متفاوت کالیفرنیا رو من تجربه کردم، حس میکنم آدم ها گرمتر و راحت ترن اونجا. حالا شاید اونجا خیلی به خاطر سرمایه محیط باشه، به هر حال گرمی پوشی، بدو بدو بری، بدو بدو بیای و 12 ماه سال 7-8 ماهش اینجوریه. ولی اینجا همیشه یا تابستونه یا بهار، خیلی خیلی بخواد سرد بشه پاییزه، زمستون که نداره اصلا. آدم‌هاش خیلی شوخ‌ترن، گرمترن، راحت‌ترن. خیلی این به چشمم نیومده بود به خاطر اون تفاوت محیط زندگی شخصی که داشتم، اون بیشتر به چشمم اومده بود. ولی اون 2 ماهی که رفتم من روتیشن ایمان گذروندم توی یونیورسیتی اف مساچوست، اون 2 ماه باز دوباره به محیطم نگاه کردم، دیدم توی بیمارستان رزیدنت فلوها نشستن کار میکنن و میرن میان در حد سلام. خیلی خیلی هر کس زندگیش سرش تو زندگی و کار خودشه و یه ذره جا خوردم. بعد دوباره برگشتم دیدم اینجا همه با هم شوخی میکنن، همه میشناسن، هی با هم برنامه بذارن، هی مثلا سر به سر هم بذارن، توی بیمارستان مثلا شوخی کنن، حتی یه مثلا برنامه بازی بذارن که سرگرم باشن. حس کردم خیلی توی کالیفرنیا یه ذره حداقل تو محیط کاری راحت ترن، گرم ترن. ولی شاید حالا اون حس بدو بدویی که توی بوستون بود و تو محیط کاری من اینجا ندیدم. عالی، مرسی ازت. شمیلا، رفتار نژاد پرستانه توی این 10 سالی که آمریکا بودی دیدی و چجوری تونستی باهاش برخورد کنی؟ دیدم ولی خیلی کمتر از چیزی که انتظارشو داشتم. اون 3 سالی که توی بوستون بودم واقعا من ندیدم لااقل، و یا شاید خب حالا خیلی با محیط آشنا نبودم حسش نمی‌کردم، یعنی فکر می‌کردم که مثلا اتفاق عادیه. تو بیمارستان که کار کردم بیشتر با مریضا در ارتباط بودم. توی دوران رزیدنسی چند بار پیش اومد ولی بازم انقدر کم و انقدر خفیف بود که من واقعا راحت فراموش کردم. دفعه اول گریه کردم. یکی از مریضا برگشت بهم گفت که من نمیخوام تو دکترم باشی. اول ویزیت هنوز هیچ کاری نکرده بودیم، من وارد شدم سلام علیک کردیم و گفت که من نمیخوام تو دکترم باشی، برو بگو یه دکتری بیاد که انگلیسی صحبت میکنه. منظورش این بود که نیتیو انگلیش اسپیکر باشه، که خب من جا خوردم. حالا بعدها فهمیدم در این مواقع میتونید برای طرف توضیح بدی که نه من با همه مریضا یه جور برخورد میکنم، من تفاوتی قائل نمیشم از این حرفا. ولی من گفتم اوکی، اومدم بیرون و خب زنگ زدم به استادم که مریض اینجوری گفته، لطفاً یکی از بچه‌هایی که نیتیو انگلیش اسپیکر هست رو براش بفرستین.
و خب خودم گریم گرفت. ولی چون بعد از اینکه مثلا به هر حال 12 ساعت کار کردی، برای همه لبخند زدی، خسته ای، انتظار نداری یه نفر، و حالا فکر کن از خونت دوری، از خانوادت دوری، دلتنگی، به زبون خودت نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی شوخی کنی، داری به یه زبون دیگه حرف میزنی. بعد از همه این حرفا مثلا یه نفر برگرده اینجوری بهت بگه، من دفعه اول گریم گرفت، ولی یک بار دیگه همین اتفاق افتاد و دقیقا با یک جمله مشابه پیش اومد. برگشت گفت که آره فلانی دکتر منه ولی انگلیسی صحبت نمیکنه. اونم منظورش همین بود. خب مثلا طرف انگلیسی صحبت میکنه ولی انگلیش اسپیکر نیتیو نبود. و مورد مشابه میگم شاید دو سه مورد بیشترم نبود، ولی دیگه خیلی عادی برخورد کردم، فقط سعی کردم ایگنور کنم و راحت هم هست. یعنی وقتی که به این فکر کنی که همه مدل آدمی توی دنیا هست، خب اینم یه مدلشه، چرا بقیه مدل ها رو آدم میتونه تحمل کنه، این یه مدل رو نمیتونی تحمل کنی، داری گریه میکنی. بر همینجوری بودم که اینم مثل هر اتفاق دیگه ای که مثلا مریض ممکنه بهت اخم کنه، اینم یه مدل اخم کردن. بر همین و میگم اینقدرم زیاد نیست که بخواد تو روحیم، تو شیوه کار کردنم تاثیر بذاره. سعی کردم با همه خوب برخورد کنم، جدا از این که ممکنه حالا طرف بخواد به من با یه دید دیگه نگاه کنه. عالی. شمیلا، سخت‌ترین قسمت این مسیر برات کجا بوده؟ از مثلا اپلای کردن واسه پوزیشن گرفتن تا امتحان دادن تا مثلا این IW، حتی مثلا بگی خونه پیدا کردن، هر چیزی. مثلا اگه بگیم سخت‌ترین چی میگه شمیلا بهم؟ شاید خنده‌دار باشه ولی میتونم بگم که پروسه ویزا، چون من اولین باری که رفتم ریجکت شدم و از روزی که ریجکت شدم برای من سخت گذشت، چون که هیچ تضمینی وجود نداره که تو ویزا بده. حالا بماند جدا از اینکه اون زمان ترامپ بود، یه سری چالش ایجاد شد، حالا اونم به کنار، بچه واقعا داشتن ویزا میگرفتن و من رفتم سفارت و طرف به من گفت که من بهت ویزا نمیدم. کدوم و سفارت؟ سفارت ارمنستان گفت من ویزا نمیدم و خیلی به من سخت گذشت. من بعد از 2 ماه دوباره رفتم سفارت، همون سفارتم رفتم و خب این دفعه به من ویزا دادن. سر فکر کنم 10 روز یا 14 روز ویزا توی پاسپورت من بود. ولی اون 2 ماه، آره من همون آدم بودم، ولی اون 2 ماه واقعا فرسایشی بود. اون 2 ماه چون هر مرحله ایش رو میگفتم به خودم وابسته است. من امتحان دارم، باید درس بخونم، پوزیشن میخوام، باید ریسرچ کنم، رزیدنتی میخوام، باید نمیدونم کانکشن برقرار کنم، همه رزوممو خوب کنم بذارم کنار هم. برای همش یه راه حلی داشتم که من باید انجام میدادم. برای ویزا من حس میکردم که من وابسته به قانون این کشور و اون کشور و تصمیم یه آفیسر و چیزایی بود که دست من نبود و واقعا این اتفاق افتاد، به من ویزا ندادن. و اون بازه زمانی که من به این فکر میکردم که شاید 2 ماه دیگه هم که دارم میرم بهم ویزا ندن، خیلی سخت. اگه دفعه دوم ویزا ندادن، دفعه سوم چیکار کنم؟ اگه دفعه سوم ندادن، میدونین اون حس است که دیگه، یعنی به نظر من مهاجرت ریسکه واقعا. هر مرحله ممکنه یه سنگی بیفته جلوی پای آدم که نشه، و به نظرم این بدترین سنگی بود که جلوی پای من افتاد و من وابسته به محیط بودم بیشتر تا اینکه خودم بتونم یه کاری انجام بدم. از نظر روحی اون سخت‌تر بود، با اینکه خب حالا امتحاناتش سختی خودشو داشت، ولی میگم همش وابسته به خودم بود، غیر از این ویزایی که چشمم باید به کار و دست یه نفر دیگه می بود. خوشحالم که عبور کردی ازش و خوشحالم که ناامید نشدی، چون که میدونم واقعا سخت. اصلا اون تعلیقه، اون که اصلا نمیدونی چی قراره بشه، خیلی یعنی جز بدترین حساییه که آدم بتونه تجربه کنه. مرسی که اینقدر قشنگ و شفاف برامون گفتی ازش. چه چیزی دوست داشتی یه کسی به شمیلای 5 سال قبل، 10 سال قبل میگفت و الان دوست داشته باشی به کسی که چند سال از تو عقب‌تر بگی؟ من خب خیلی ریسرچ کار کردم و رزومم ریسرچش خیلی قوی بود برای وقتی که داشتم برای رزیدنسی اپلای می‌کردم. قابل قبول، رو به خوب بود. این اعتماد به نفس رو بهم داده بود که خب کافیه. من حالا نمره میخوام دیگه، نمیدونم گرین کارت میخوام، رفته بودم سراغ بقیه قسمت‌های پکیجم. ولی
توی اینترویو ها متوجه شدم که کار کلینیکال برای رزیدنسی داخلی خیلی خیلی مهمتر از کار ریسرچ هست. حالا من متاسفانه خوردم به کووید و خب اون 2 سال هیچ کس ابزرورشیپ نمیداد. کلینیکال روتیشن ها کلا تعطیل شده بود. بچه ها ویرچوال ابزرورشیپ و اینا بود. یه چیز عجیب غریبه این مدلی اومده بود. ولی نمیشد کار کلینیکال انجام بدیم. ولی من اینجور بودم که نه، ریسرچ های من که خوبه، از همینم که دارم نامه میگیرم، ریکامندیشن لترام خوبه، نیاز به روتیشن های دیگه ندارم که حالا بخوام سی وی مو به خاطر اونا قوی کنم. من فکر کردم ریسرچ من مهمتر از یه ویرچوال کلینیکال روتیشن هست. ولی نبود. توی تمام اینترویو های رزیدنسی من، جدا از اینکه چقدر خوب یا چقدر بد گذشت اون اینترویو، برمیگشتن به من میگفتن که تو که فقط کار ریسرچ کردی. من اینجوری بودم که نه. حالا باز با اینکه سال قبلش هم ابزرورشیپ رفته بودم، خوشبختانه قبل از کووید شده بود، اکسپریانسش رو داشتم و حتی کار ریسرچ هم بعضی یه قسمتش کلینیکال ریسرچ بود. ولی ازم میپرسیدن، گفتن تو ریکامندیشن لتر هات ریسرچ هست. و الان خیلی از بچه‌ها میبینم که میخوان برای رزیدنسی اپلای کنن و دغدغه‌شون ریسرچه. مقاله نداریم، نه فلان. حتی بچه‌ای که با گرین کارت میان و الزاما نیازی به ریسرچ پوزیشن ندارن، ولی میگن که وای مثلا ما برای رزیدنسی مثلا پیپر نداریم. شاید برای نورولوژی، رادیولوژی مهم باشه ریسرچ، شاید که نه، خب هست. ولی برای داخلی بیشتر از این که بخواد ریسرچ مهم باشه، اون کلینیکال اکسپریانس ها مهمه که ابزرورشیپ رفته باشی. یعنی آیتم هایی که تو مثلا 1 ماه اینجا روتیشن گذروندی، 2 ماه اونجا روتیشن گذروندی، خیلی بیشتر از یه مقاله‌ای که مثلا 2 سال روش کار کردی به چشم طرف میاد. چون تو قراره بری یه اینترنیست بشی و مریض ببینی، کاری کلینیکال کنی، پرکتیس، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که خب یه گپ سیگنیفیکانت این وسط هست. برای همین همیشه میگم کاش یه نفر بهم میگه. البته خب میگم باز ریسرچ بهم کمک کرد، ولی برای رزیدنسی اسپسیفیکلی واقعا کار کلینیکالم خوب نبود و من نیاز به اکسپریانس های بیشتری داشتم که نمیدونستم نیاز دارم و دلم میخواست یه نفر بود که گوش منو میگرفت، میگفت به جای اینکه مثلا 3 سال و نیم ریسرچ کار کنی 2 سال کار کن، چون گرین کارت هم داشتم دیگه سال آخر، ولی برو روتیشن بگذر. سعی میکنم همه بچه‌ها بگم، به کسایی که اپلای میکنم بگم حواستون به کار کلینیکال باشه. مرسی ازت. و به عنوان سوال آخر میخوام ازت بپرسم که چی باعث شد که دوست داشته باشی بیای تو این ویدیو با همون صحبت کنی؟ دوست دارم کمک کنم. خودم الان تو تمام حرفام مثال زدم که کی، چجوری، کی به من کمک کرد و این بخشیش بود. خدا میدونه تو این 10 سال 15 سال کیا کجا کمک کردم و من الان حضور ذهن ندارم بخوام اسم ببرم یا اون اتفاق به خصوص یادم بیاد. بخش زیادی از این 10-15 سال من اومدم، یه بخشیش رو کمک بقیه بود. حالا یا اسمشو بذاریم کانکشن یا اسمشو بذاریم یه رفیقی که یه جوری کمک کرده و منم الان دوست دارم همونجوری که تو الان داری زحمت میکشین ویدیو رو درست میکنی کمک کنم. بازم جایی جوری کاری برای هر کسی از دستم بر بیاد خوشحال میشم انجام بدم و ممنون از تو که این فرصت رو هم به ما میدی که تجربه‌مون رو بگیم و هم به بقیه بچه‌ها که از تجربه‌هایی که ما دارن استفاده کنیم که اشتباههای ما رو نکنن. مرسی ازت. خیلی خیلی برام ارزشمنده و واقعا دقیقا همینطوره. یعنی این مسیر تنهایی خیلی امکان پذیر نیست. یعنی طی این مسیر باید یاد بگیریم که چجوری به درستی از آدمایی که دور و برمون هستن بیشتر از ما بلدن کمک بگیریم. ماها حالا توی فرهنگمون اونقدری این هم یاد نگرفتیم به نظرم که آها به محترمانه ترین شکل ممکنی که تو کمک میگیری و انتظاری نداری که طرف حتما زمان این رو داشته باشه که اون کار که ازش ریچ اوت کردی رو انجام بده برات و این رو اگر که نشنیدی شکست تلقی نکنی یا میگم آفندد نشی و ادامه بدی و مثلا از آدمای دیگه بپرسی و همچنان محترم باقی بمونی. خلاصه مرسی ازت. قربانت، مرسی از تو.